سلام خدمت شما دوستان. امروز با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. خطای E32 پکیج ایران رادیاتور مدل L36FF. همینطور که میبینید پکیج خطای E32 میده و روشن نمیشه، نه رو حالت زمستونه نه رو حالت تابستونه روشن نمیشه. برای حل این مشکل ما اول میریم سراغ NTC شو عوض میکنیم ببینیم مشکلش رفع میشه یا نه. به تعویض NTC مشکل پکیجش رفع شد.